علیکم وطندارای عزیز، هر جایی که هستین، چه در داخل چه در خارج، امید که جور و صحت سلامت باشین و همیشه از گزند روزگار در امان باشین. امروز آمدیم در یکی از قریه های خوجب آمدیم که به نام لاله‌گذر شناخته میشه. البته لاله‌گذر کلمه ازبکی است که معنی گذر گلها را میده و میریم به پیش از این مردم سوال میکنیم که لاله‌گذر چی تعداد مردم در اینجا زندگی میکنه و مشغول کدام کاراست و درآمد اصلیشه چی تشکیل میده. از با ما باشین. اگر با تازگی به چنل ما پیوستین سابسکرایب یادتان نروه، حمایت بکنین از ما تا برنامه خصوصی و دیاتی خوبتر برای شما تهیه بکنیم. خب میشناسیم دیگه. میشناسم بار به دوستا خود یک معرفی بکنید. دوستا معرفی کردیم دیگه. دوباره معرفی گوانمان گوانمان بدم دوباره بخیر بشم. اسم عزیز الله. استاد عزیز الله. بله. از قریه لاله‌گذر. بله. لاله‌گذر چه معنی؟ با معنای از که سابق مردم ها میگفتن که لاله‌گذر یک گل به نام ما گل لاله میگیم. خب یعنی کاملا ساها گل لاله زیاف داشته. باز امیر به نام لاله‌گذر اما تو چی کردن امی گل لاله که زیاف داشته نه گذر و امیر رفتارا و برو مردم بوده. از این باز با مو تو لاله‌گذر نام گذاشتن. یه به نام لاله‌گذر یاد شده دیگه. این تاریخ مشخص هیچ قشلاق برای کسی معلوم نیست. خود جناب استاد. بله تاریخ ما دین روز رفتیم طرف جلگه مثلا تاش بالتبک و نمیفهم دیگه بایا و یک الانی. بله. اولی همینا را تاریخ مشخص کس نمیفهمه که مثلا همین شخصیت ها کی بوده. بله. لاله‌گذر هم این هم از نامش پیداست که گذری گلها. بله. یعنی سابق گل لاله و گپا در این منطقه اساس که گل لاله زیاف داشته. زیاد بوده. بیخی زیاف بوده با من اساس. مصرف چی کاراست جناب استاد؟ حالا مصرف این روزگار زندگی استیم دیگه یک وقت مکتب میریم. استاد هم هستین؟ بله سه. ماشاءالله. در کجا؟ مکتب لیسه ذکر لاله‌گذر. دیگه نمیدی قانی مصروف این روزگار زندگی دیگه خربزه. پلک خربزه و شوالی هست. یک طرف دیخانی و یک طرف خربزه. بودو باش زندگی فعلی دم لاله‌گذر است. فعلی ما می پیش گذارم لاله‌گذر است. سوالی فعلا میگم سر پلک اومدیم سر. مردم لاله‌گذر زیادتر در کدام کارا مشغول است؟ بیت زیافترش مردم دیقان است. دیقان است. بله. یعنی منبع درآمدش دیقانی است. شش زراعت است. خب امسال خربزه داشتین؟ امسال خربزه بود سه با. چه رقم خربزه یگان چیز؟ خربزه دیگه تاریخ دیگه خود ثبت شد دیگه. شما از جمله خربزه کارای شوقی بودین فکر کنیم امسال. ما شوقی دیگه ما دیگه شوقی. پیسش خوشتان آمده بود که بعد نظر به پیسه ما دیگه اگه نواس خوردنی مردنی هم بوده دیگه. نظر به درآمد پارسال امسال به صفر است نه؟ بله امسال خود تمام دیاقین از خربزه وقت نقص کرد. حتی دیقانی شوالی و گندمشون هم نقص کردن. نقص کرده. از اینکه نرخ در وطن ثابت نیست. یک وقت بالاست یک وقت پایین است. در وقتی که مثلا دیقان ضرورت داره بفروشه پایین است. در وقتی که مثلا دیقان چیزی نداره دستش خالی است بالاست. دیقان دیگه کمبخت یک قشر طبقه است که ضعیف است فقیر است دیگه کارایش تو معیاری نیست تو منبع هم نیست که برای از کمک شده کمک کرده بشه. بله. خب امسال چقدر خربزه فروختین؟ والا دیگه تقریبا دیگه مقصد چیزی در روزی ما بود فروختیم که حسابش نگرفتیم. حساب نکردین؟ نه حساب. مصرف پورا کرد؟ نه پورا نمیکنه. ایجار زمین پورا میکنه؟ ایجار پورا میکنه مصرفش نمیکنه. منتها خوردین در دلتون ارمان نموند. بیخی دیگه در خوردن دیگه هیچ آرزو ارمان در دل نمونده دیگه هر قدر که
باشه. یار و دوستا را مراد کردی نه با امسال توان قدرت زیاف خربوزه میشه. هر کسی که از سرک تیر میشد خربوزه بالاخره با دادیم. توان قدرت گفتیم که همگی خود چیز نیست، مقصد تا دستمون رسیده بود کم خیر بینید. داده باشیم دادیم. سلامت باشین جناب استاد. جور باشیم. یک جهان سلامت. سپاس. شما تشکر گیر باشیم. عمل چی خوانده رئیس؟ نه نت خوانده رئیس؟ کدام نت؟ نه دیگه. امو که هم نفس آن تا اجل آمد بسر من امو خو نیست؟ نه اون نیست. کدام است؟ تبریک یار زیبا چی میگه. میگه؟ تبریک یار شما زیبا. تبریک یار شما زیبا ها؟ چقدر نت خوبش. ماشاءالله ای چی کار میکنی؟ اه؟ چی کار میکنی جا؟ او میبرم. آب کجا میبری؟ خانه. خانه بالاست. آن. آب خوردنی؟ نه. ها. این دبلر میبریم. دبیلر میبری؟ آن. باز آب بیلر چی میکنی؟ تگو میتیم و لای میکنیم و خب کلا میشوه و به حسابی لای و این چیزا میبرین دیگه. چرا خدا تو لوچ کرده گرفتی؟ اه؟ چرا خدا لوچ کردی؟ او میبرم. باز دو آمدن که آمدی بازم تو لوچ میکنی خدا؟ گاو خو نداری؟ دو تگو میبری تو؟ این گاوای شماست؟ آن. کلش؟ آن. شیرم میتا؟ آن. ای ماشاءالله از چه وقت حالی رو میچرونی؟ از ساعت 3 بجه. از 3 بجه؟ آن. پایین؟ گپ خوب. سلام علیک. علیکم السلام. خوب هستین؟ جان شما جور است. صحت خوب است؟ ستان بخیر خوب است؟ قراری است. قرار به قراری است؟ سلامت باشید. اسم مبارکتون؟ محمد داوود محمد داوود. باشنده کدام قریه؟ لاله‌گذر. قریه لاله‌گذر. پیشتر از یک عزیزمون پرسان کردیم لاله‌گذر، ما گفتم چرا لاله‌گذر میگن؟ خب باز اونا یگان جوابای خود داشتن. اینو همین سوال از شما میکنیم که لاله‌گذر به معنی چی؟ لاله‌گذر به معنای ازی بوده که سابق اینجا مردم زندگی نمیکرده، دشت بوده، سبزه بوده، مالدارا از هر طرفای تاجیکستان، بلخ از اون طرفی سرازیر میشده. این دشت در فصل بهار یک تکامت گل لاله ازی موج میزد. بازی دو دانه گذر داشته، یکی در ساحه منطقه چراغا بوده، یکی در این منطقه فکر میکنم. این در اون وقت کجا چراغای کجا رفتین لاله‌گذر. این لاله‌گذر در کجا آب دادیم مالا در گذر. این از همون که به این طرف بانده و بانده به نام لاله‌گذر یاد میشه. این سابقش هم یک سرگذشت خوب داشته این منطقه. داشته. بله. از اینکه حالی از بالا که میاییم مثلا لاله‌گذر میبینیم، از اینکه قریه شده و مثلا ماشینالات شده و دیگه شده، یک ذره خاک و این گپا زیاد شده. خب جنگلات گم شده، طبیعت سبز از بین رفته، دشتا بوده، درخت بوده، در وقت جنگلات بوده. مصرف چی کاروبار هستید؟ مصرف اینیم کشاورزی دهقانی هستیم. دهقانی هستید؟ امسال چی کشت کرده بودین؟ امسال اینجا خربزه بود، اون قسمت لوبیا بود، پیاز بود. پیازش خون نشد، لوبیاش کم شد. خربزه‌ش هم خوب بود دیگه، خوردنی شد. خوردنی شد. چقدر جای خربزه کرده بودین؟ خربزه 2 جریب بود. 2 جریب زمین؟ یگان چیز فروختی؟ شد یک 10-12 هزار روپیه مقصد
خوردنی شد دیگه. همین مسئله در 12,000 باید خوردنی حساب کنه. خوردنی میشه. به حساب از اینکه مصرف خود پورا نمیکنه. غیر از دهقانی دیگه کاربار نیست. دیگه نه، دیگه اینمی یکان موتروانی نیست. لاین پنی انقلاب کوچه بودن کار. موتر است؟ موتر است. شکر. این مردم لالاگذر کلا به چه کار مصروف است؟ کلا این نصفش دهقانکاری میکنه و کشاورزی داره، بعض دیگه مردم روزموزی کار میکنه. روزموز کار میکنه. مرد کار هستن و روز خود بلو نفقه خود از طریق کارگری به دست میاره. بسیار گپ خوب. البته یک تعدادشون در شهر دکان داره و یک تعدادشون مثلا در دهقانی و درآمدشون دهقانی. نظر مردم زندگی مردم خوب است. بد نیست. گشنه هیچ کس نیست. شکر فضل خدا ارزانی است. اکثر خربزه 40 روپا باشه ارزانی نیست. گندم 100 روپا که خربزه 40 روپا. خربزه 40 روپا. خب برنجش 300 هم ارزان است. نظر وی که با دهقان زحمت میکشه و را در بازار عرضه میکنه 300 روپا ارزان است. دوباره بگم در سر تا سر افغانستان گشنگی نیست واقعیت است. در کشورهای دیگه که بره گشنگی در اوج است، در فقر و بیچارگی در افغانستان نیست. خدا را هزار بار شکر. با وجود از اینکه اقتصاد خراب است ولی با وجود از هم مردم داره چیزی برای خوردن و مصارف ما و شما بسیار بالاست ولی با وجود از هم شکر منده ما و شما از غله پر است. شکر. سلامت باشین. خیر زنده باشین. بخیر باشین. بازم سلام از دل. امید که خسته نشده باشین. این بود ویدیویی از قریه لالاگذر ولسوالی خواجه بابادین. امیدم که لالاگذر همین تک سابقه درشان و خوبی داشته. و از دل این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.